درود به 4مین فیلم چنل اخترشناسی امیر بهادر غلامی خوش اومدید. اگر تا الان ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه. همونطور که از تامبنیل این ویدیو متوجه شدید ما ادعا داریم که حدود 90% افراد سن واقعی خودشون رو نمیدونن. شاید با خودتون بگین که حتما سن عددی منظور ما نیست. اما در انتهای این ویدیو متوجه میشید که شما عدد سن خودتون رو نمیدونین. قبل از اینکه به این موضوع برسیم باید شما انواع تقویم رو بشناسید. تقویم ها به 38 نوع تقسیم میشن. اما ما در اینجا فقط به بعضی از تقویم های مهم ایران میپردازیم که در بین کشورها بیشترین تعداد تقویم رو به خودش اختصاص داده. تقویم 1 تقویم هخامنشی یا پادشاهی. سال هخامنشی از آغاز پیروزی کوروش بزرگ پیامبر ایرانیان بر مادها و بنیانگذاری دودمان هخامنشی آغاز شد. تا سال 1401 2582 سال از تاجگذاری کوروش بزرگ می‌گذرد. پس اکنون سال 2582 هخامنشی است. تقویم 2 تقویم اوستایی زرتشتی. این تقویم در دوران کوروش مرسوم شد و مورخان و تاریخ نگاران این تقویم رو برگرفته از عقاید مصری می‌دانند. سال 1401 برابر 3800 امین سال زرتشتی است. تقویم 3 تقویم میلادی. یک گاه شماری با ریشه مسیحی است که همکنون در بیشتر از 95% کشورهای جهان استفاده می شود و یک تقویم بین المللی است. این گاه شماری برگرفته از گاه شماری ژولینی با مبدأ میلاد عیسی است و نخست از سوی آلویسیوس لیلیوس که پزشکی از اهالی کالابریا بود پیشنهاد شد. تعدیل کبیسه‌گیری این گاه شماری در 24 فوریه 1582 از سوی پاپ گریگوری 13 پذیرفته شد و از آن پس به گاه شماری گریگوری مشهور شد. ولی در ایران و کشورهای عربی به آن تقویم میلادی میگویند. تقویم 4 تقویم قمری. در زمان خلافت عمر بن خطاب خلیفه دوم برای اراده ممالک مفتوحه با کمک دبیران ایرانی اقدام به تأسیس دیوانخانه به سبک ساسانی نمود و از اولین اقدامات دبیران ایجاد مبدأ گاه شماری برای سررسید باج و خراج و جزیه به تقلید از مبدأ تاریخ یزدگردی بود. برای همین تاریخ هجرت محمد پیامبر مسلمانان جایگزین تاریخ تاجگذاری شاه ساسانی شد که 16 سال با هم اختلاف داشتند. تقویم 5 تقویم شمسی. آغاز سال خورشیدی برابر است با نخستین روز بهار. گاه شماری هجری خورشیدی اکنون در کشورهای ایران و افغانستان گاه شمار رسمی است. این گاه شماری در ایران به درخواست رضا شاه پهلوی رحمت الله با تصویب مجلس شورای ملی در 11 فروردین ماه سال 1304 گاه شمار رسمی ایران اعلام شد. نام 12 ماه تقویم خورشیدی در ایران نام‌های باستانی ساسانی و دیگر ایزدان کیش زرتشتی است. تقویم 6 تقویم جلالی. مهمترین تقویم و دقیق‌ترین تقویم جهان که گاه شماری جلالی توسط عده‌ای از ریاضیدانان ایرانی از جمله حکیم عمر خیام، ابو حاتم مظفر اسفزاری، ابوالعباس لوکری، محمد ابن احمد معموری، میمون ابن نجیب واسطی، ابن کوشک بیهقی مباحی و در رأس آنان ابوالفتح عبدالرحمن منصور خازنی در 3 رمضان 471 هجری قمری تدوین شد. کار تدوین این تقویم در دوره جلال الدین ملکشاه سلجوقی با فرمان خواجه نظام الملک
و محل رصد آن شهرهای اصفهان، پایتخت سلجوقیان، ری و نیشابور ذکر شده است. سال مبدأ گاه شماری جلالی سال جلوس ملکشاه بر تخت سلطنت است که تفاضل آن با گاه شماری هجری خورشیدی 457 سال می باشد. پس با این تفاسیر تا سال 1401 944 جلالی است. اکنون که به طور کامل بعضی از تقویم‌ها را شناختیم، به بحث اصلی برگردیم که چرا ما سن خود را درست نمی‌دانیم. خیام و همکارانش از زمانی که مبدأ سال تقویم جلالی را سال بر تخت نشستن ملکشاه انتخاب کرد، انگار که با کرونومتری زمان را از صفر پایگذاری کرد و از آن لحظه زمان آغاز شده. حال شما فکر کنید کرونومتری در دست دارید و از زمان 0 تا 1 را با کرونومتر رصد می کنید. وقتی از شما برای گزارش زمان سوال می شود، شما می گویید اکنون در ثانیه اول هستیم، در حالی که از 0 شروع شده، یا از 1 تا 2 را اگر رصد کنید می گویید در ثانیه دوم هستیم. پس ما همواره باید پایان زمان یا مقصد زمان را به عنوان عدد اصلی انتخاب کنیم، زیرا ما بعد از ثانیه اول وارد بازه زمان دوم شده ایم. مثلا فردی که در سال 1382 به دنیا آمده تا سال 1401 با تفریق این دو عدد میگوید من 19 سال سن دارم، در حالی که در 20مین سال زندگیش قرار دارد و باید بگوید من 20 سال سن دارم. اکنون شما بگویید چند سال دارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. نظرات شما به ارتقای کیفیت این چنل کمک شایانی می کند. بدرود.